تقدیمات از شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو باخبر شوید. شرف مدیا تقدیم میکند. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال ابونه شوید و نوارهای نو را انتظار شوید. تقدیم از شرف مدیا. ادا میدونم که اون تویی. در باز کن. ادا 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 تو چی کار کردی ادا؟ ادا
کار کردی ادا. اینجا دکتر هست؟ کمک کنید. اینجا دکتر هست؟ اینجا نداریم ولی 2-3 کیلومتر اونورتر هست. طاقت بیاره. خواهش میکنم طاقت بیار. تو رو خدا طاقت بیار. کمکم کنید. اینجا دکتر هست؟ دکتر بفرمایید میتونم کمکتون کنم؟ فوراً دکتر خبر همین کنید. الان. بیارینش از این طرف. از این طرف بخوابونش رو تخت. چی شده؟ قرص خورده. میخواست خودکشی کنه. چه جور دارویی؟ نمیدونم. من اینا رو کنارش پیدا کردم. فوراً باید معده‌شو شستشو بدین. شما بیرون منتظر باشید. نه میخوام کنارش بمونم. نمیشه آقا. گفتم میخوام بمونم. دکتر نبضش داره کند میزنه. بهش سرم بزنید فوراً. چی شد؟ چه شده؟ تو رو خدا به من یه حرفی بزن دکتر. بگو که نجات پیدا میکنه. هر کاری از دست اون بر بیاد میکنیم ولی نبضش پایینه. یعنی چی که نبضش پایینه؟ خب بیشترش کنید. مگه دکتر نیستی؟ نجاتش بدین. آروم باشین آقا. اینجا امکانات ما خیلی کمه. باید سری برسونینش استانبول. تموم نشد میفهمی؟ تموم نشد. هنوز طول میکشه. فولیا من باید به تو حساب پس بدم دختر. میگم تا 1 ساعت دیگه میام. نمیام اصلا. فهمیدی؟ نمیام اصلا. منتظر نباش. خدای من. دختره رو باش. رو بدم میگه بیا منو بگیر. گفتم نمیام. منتظر نباش. بس دیگه طولش نده. الو باتوف. هارونه. هارون. ببخشید. 3 روز از استانبول دور بودم. کلی کار رو سرم ریخته. من خیلی سر یه هلیکوپتر آمبولانس میخوام. چی؟ هلیکوپتر آمبولانس؟ چی شده؟ هلیکوپتر واسه چی میخوای؟ نکنه تصادف کردی؟ ملدا دخترم، با خواهرت امروز حرف زدی؟ حرف زدم مامان. امشب خونه سوال میمونه. پس چرا قبلش به من خبر نداده بود؟ مگه از چیزی ناراحت شده؟ ادای دیگه یادش رفته. این چه لباس عروس خوشگلیه.
ادا طراحیش کرده؟ خیلی قشنگه. سر به حواسا ولی کارایی میکنه که هیچ کس نمیتونه. چه فکر خوبی کرده مگه نه؟ دارم از هیجان میمیرم. منم همینطور. در ضمن خیلی خوشگل شدی. تمرکزمو به هم نریز. Ben derdimi hangi dağ yüreğimi hangi suya diyemiyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Turnalar, turnalar sevdiğim oy. Turnalar, turnalar sevdiğim oy. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyorum. تو رو خدا زود باشین. طاقت بیاره.
تو رو خدا طاقت گیر. سریعتر سریعتر. به خودت بیا هارون، نجات پیدا میکنه. منو باش ببینم، شما دوباره توی آوا چی کار داشتین؟ نکنه تو با دختره مخفیانه ملاقات داری؟ چرا نگو با تو؟ یعنی دختره تو لحظه آخر زنگ زد که من دارم میمیرم، بیا نجاتم بده. آره قمار بزرگی بازی کردی، واقعا میتونست بمیره. مسئله این حرفا نیست. درزمون خبر نکرد، من پیداش کردم. با دختره رفتی اشغالتو کردی، یه هفته بعدم دختره خودکشی کرده، تو هم بهت الهام میشه و سوپرمن میشی میری نجاتش میدی. برو خودتو سیاه کن، من خودم این کارم، میفهمی؟ با تو لطفاً، اصلا وقتش نیست. چی رو وقتش نیست؟ وقت چی نیست پسر جون ها؟ این وسط عجیب ترین ماجرای قرن اخیر داره اتفاق میفته، ولی داری از من مخفی میکنی. حال و روزتو ببین، به خاطر دختری که فقط قصد شیطنت بود انقدر پریشون شدی ها؟ هر کی هم ببینه فکر میکنه یکی از پوست و خون خودت اون تو خوابیده. اون دختر خواهر ملداست با تو. چی؟ ملدای خودمون؟ آره. پسر تو چه دردسری افتادی تو؟ چرا به من نگفتی؟ چون میخواستم از ادام محافظت کنم. تازه وقتی سعی داشتم خودم فراموش کنم چی رو باید برات تعریف میکردم. کیه؟ بله ملدا. هارون چند ساعته دارم میگیرمت، پس چرا جواب نمیدی؟ معذرت میخوام ملدا، گوشی مونده بود توی ماشین، الان برداشتم. کجایی؟ بابا تو هستیم. چیزی شده؟ آره دارم عقلمو از دست میدم. ادا پیداش نشده. پیداش نشده؟ آره تلفنشم هنوز خاموشه. به همه دوستاش زنگ زدم اما نبود. فکرم 1000 جا میره. به اینام که نمیتونم چیزی بگم. دارم از نگرانی دق میکنم. هول نکن عزیزم، آروم باش. من الان به بیمارستانه و کلانتریا خبر میدم، باشه؟ مطمئنم که چیزی نشده، تو نگران نباش. باشه ولی کجا میتونه باشه؟ هارون ملدا باید قطع کنم، بعدم به زنگ میزنم. باشه ولی گوشی تو. الو. آقای دکتر حالش چطوره؟ نگران نباشین، خوبه. اگه کمی دیرتر میرسوندین از دستش میدادیم. درست به موقع رسوندینش. حدس میزنم که خیلی زود به خودش بیاد. خدا رو شکر. ببخشید آقای دکتر، پس بچه چی شد؟ توی بیمارستانی ندا خانم. به خیر گذشت، الان حالتون بهتره. میتونم برم تو؟ البته بفرمایید. تو نجاتم دادی؟ چرا این کار رو کردی؟ چرا نذاشتی بمیرم؟ اینطوری میخواستی مسئله رو حل کنی ادا؟ چیزی که میگفتی همونطوری که شروع شد تموم میشه این بود؟ با خودکشی میخواستی همین چی رو درست کنی؟ اینطوری میخواستی خواهرتو خوشبخت کنی؟ نمیخوام به حرفت گوش بدم، از اینجا برو. به بچت هم فکر نکردی؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ نگران نباش، چیزی نشده. گفتم از اینجا برو. نمیتونم تنهات بذارم. کمک تو رو نمیخوام. پس بذار به خواهرت خبر بدم.
دوست دارم تا موقعی که اون میاد کنارت باشم. چی میخوایی به خواهرم بگی؟ میخوایی بگی با خواهر جایی که قبلا رفته بودم پیداش کردم و نجاتش دادم؟ زود باش جوابمو بده. چی میخوایی بگی؟ ادا لطفا خودتو انقدر اذیت نکن. نمیتونی چیزی بگی مگه نه؟ ولی در واقع حق داری. منم جوابی ندارم بدم، چون که من مقصرم ولی تو هم مقصری. هر دومون جوابی برای گفتن نداریم. به من دست نزن. برو بیرون. از اینجا گم شو. حالا که قراره امشب اینجا بمونیم بهتر یه قهوه بخوریم. اون هر چقدرم که بگه برو من نمیتونم رهاش کنم. نمیتونم همه چی رو فراموش کنم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد و از زندگیش برم. نری که چیکار کنی؟ نمیدونم با تو. تنها چیزی که میدونم اینه که این دختر به خاطر من داره عذاب میکشه. من باعث شدم به این حال و روز بیفته. زندگیشو نابود کردم. اون هیچ تقصیری نداره. خب پس ملدا چی؟ تقصیر اون چیه؟ برای بله گفتم به خواستگاریم اون همه مطل نمی‌کرد. گفتم اگه دوستم نداشته باشه خودمو مثل یه احمق دیدم. مگه حق ندارم؟ یعنی با اومدن یه دختر دیگه همه چی رو فراموش کردی؟ همه چی خود به خود اتفاق افتاد. اصلا نفهمیدم چیکار دارم میکنم. ادا خیلی دختر خونگرمیه. جوری رفتار میکرد که انگار همیشه توی زندگی بوده. اگه ملدا بفهمه این داستان 2 قربانی داره. 2 خواهر همدیگه رو تسکین میده. هارون باشه بیا. به خدا نمیدونم ملدا خانم، به منم زنگ نزده. دیگه کجا میتونه رفته باشه؟ ممکنه اون قارون رو پیدا کرده باشه. ببین اگه چیزی میدونی بگو. به خدا منم هیچی نمیدونم. تازه اینقدر ازش متنفره که فکر نمی کنم دیگه بخواد ببینتش. تو اون قارون رو دیدی؟ نه ندیدمش. اسمش هست ولی خودش نیست. ولی خیلی ازش تعریف میکرد، انگاری بدجوری عاشق شده بود. اوف اوف. اینقدر خودتو ناراحت نکن آبجی ملدا، خودش پیداش میشه. شاید خونه یکی از بچه‌های گروه رقص باشه. هرچی باشه این اواخر خیلی حالش بد بود. مادرم اینا فکر میکنن که خونه توه. اگه کسی زنگ زد فعلا یه چیزایی بگو. باشه آبجی ملدا، نگران نباش. اگه ازش خبری شد فوراً به هم خبر بده لطفا. زنگ میزنم. ببین چی میگم. به اون ادا بگو که اگه خواست یه بار دیگه خونه دوستش بمونه بیاد ازم اجازه بگیر. حسابی خودسرد شده. خونه غریبی که نمونده. دوستش هم همیشه خونه ما میمونه. من نمیفهمم. باید قوانین اینجا رو رعایت کنه. باشه بهش میگم. حالا اصلا تو ادا رو ول کن. برو با اون هتل‌ها یه حرفی بزن ببین چقدر میخوان بگیرن برای یه شب مراسم. امروز میرم. میپرسم. خیلی خوب. هست میبینم. برو به سلامت.
سلام ادا خانم. میبینم که حالتون خوبه. بله من خوبم. هر موقعی که بخواین میتونین مرخص بشین، مشکلی نیست. فقط چی؟ معلومه که دوران سختی رو پشت سر گذاشتین. پیشنهاد میکنم با یه روانشناس مشاوره کنین. نیازی نیست، گفتم که خوبم. باشه، هر طور مایلین. روز خوش. اسم بیمار لطفاً. ادا گیلر. اتاق شماره 215. وسایلش آوردم بهش بدم. آها خودشون اومدن. ادا چقدر دیگه میخوای تعقیبم کنی؟ ادا لطفاً. وقتی خواب بودی گفتم از هتل کیفتو بیارم. گوشید، کلیدات، همه اینطور. بیا. من میرسونمت. میریم اولش چیزی میخوریم، بعدش هم یه خورده با هم حرف میزنیم. دوست ندارم ببینمت، میفهمی؟ حرفی نداریم که بزنیم. راحتم بذار، از زندگیم برو بیرون. مجبوریم حرف بزنیم ادا. تا کی میخوای فرار کنی؟ اگه فکر میکنی چون نجاتم دادی باید مدیونت باشم اشتباه میکنی. برعکس بیشتر از قبل ازت متنفرم. هیچ حرفی هم نیست که بزنم. هست بچه‌مون. دیگه هرگز ما نگو، چون مایی وجود نداره. بچه‌رم نمیخوام، اونو به دنیا نمیارم. میخوای چیکار کنی؟ میخوای سقطش کنی؟ البته. تو این حقو نداری. نمیتونی این تصمیم رو تنهایی بگیری. که اینطور. این فکر رو وقتی که بهم گفتی دیگه زنگ نزن باید میکردی. حالا هیچ حرفی نمونده بزنی. نمیتونی در مورد بچه دخالت کنی. دخالت میکنم. اجازه نمیدم نابودش کنی. چی کار میکنی؟ آبجیمو فیل میکنی و با من ازدواج میکنی؟ اگه لازم باشه آره. یعنی با تو ازدواج کنم؟ بمیرم بهتره. کجا میرین خانوم؟ کدوم سمت میرین؟ شما بریم بعدن میگم. باش. سابقه خسته شدم، همه جا سابقه کاری میخوان. تو شکم مادرمون باید سابقه کسب میکردیم. من مهندسم، مهندس. خدای من دیگه خسته شدم. الو. سلام تولگا، من ملدا هستم. میخواستم بپرسم ادا رو دیدی؟ نه ندیدم. مشکلی پیش اومده؟ نه، گوشیش خاموشه. گفتم شاید با شما سر تمرین باشه. من بیرونم آبجی ملدا، یکم دیگه میرم تمرین. اگه دیدیش یا خبری شد لطفاً به هم خبر بده. خیلی خوب، نگران نباش. یکم دیگه میرم اونجا. باشه. اگه دیدی بهش بگو خیلی نگرانشم. باشه میگم. واهیدا کجایی؟ الو مامان. بله دخترم. چی کار میکردی؟ هیچی. داشتم حیاطو میشستم. اتفاقی افتاده؟ نه، نمیتونم زنگ بزنم. نه بابا، هر وقت خواستی زنگ بزن. یعنی تو عادت نداری بین کارت زنگ بزنی؟ زنگ زدم دیگه. ادا اومد؟ نه هنوز نیومده. شما با هم حرف نزدی؟ چرا زدیم، ولی گفت شاید نرم تمرین برم خونه، برای همین پرسیدم. خیلی خوب مامان جون، شب ببینمت، مراقب خودت باش. خوب میرقصیدی ها. مرسی. او تولگا چه خبره؟ لباس رسمی پوشیدی؟ چند تا ملاقات کاری داشتم.
خوب بود؟ چه خوبی. آخرش باید دست فروشی کنم و از مدرکم به جای پاکت استفاده کنم. ای خدایا. راستی یه چیزی، ادا رو دیدی؟ نه ندیدم. ادا؟ آروم باش، تمام شد، هیچی نیست. من کنارتم، تنها نیستی عزیزم، نگران نباش. بگو ببینم چی شده. نمیدونستم کجا برم، چی کار کنم. خواستم تو رو ببینم، تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. باشه دیگه گریه نکن، خیلی خوب. لطفاً بگو چی شده. نمیتونم بگم. اینطور نگو، پس کو اون اعتمادی که بهم داری؟ ببین هر طور بشه من کنارتم، باشه؟ زود باش بگو چرا این همه ناراحتی؟ انقدر ناچارم که ببین هر چیزی چاره ای داره، دقیق بگو ببینم چی شده. نمیتونم بگم تولگا، ولی اگه به کسی هم نگم خفه میشم، دیگه طاقت ندارم. به نظر من هر چی که باشه بی خودی داری خودتو ناراحت میکنی. حتما زیاد مهم نیست، با زمان همه چیز درست میشه. هیچی درست نمیشه، بدترم میشه. خیلی خوب درکت میکنم، باور کن که حل میشه. یه روزی فراموشش میکنی. هر چقدر تو نگی من تو رو درک میکنم. نمیتونی درک کنی تولگا. من باردارم. چی شد؟ انگار خوشت نیومد. اشتها ندارم. گارسون برام یه ویسکی بدون یخ بیار. بله قربان. پسر چی کار داری میکنی؟ هنوز وسط روزه. باشه حق داری، هر کی جای تو باشه همین کار میکنه. هی الان کجاست اون خانم کوچولو؟ نمیدونم، ازم فرار میکنه. چطور فرار میکنه؟ یعنی هیچی نمیخواد؟ مثلا چی؟ هر چیزی، کمکی، پولی، حمایتی. اون همچین دختری نیست. با دختره دیگه که میشناسی قاطیش نکن. باشه، چرا عصبانی میشی؟ هر چی باشه من که ندیدمش. معذرت میخوام. حالا میخوای چی کار کنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ نابود کردن یه موجود کوچولو سخته. حتی نمیخوام بهش فکر کنم، ولی انگار مجبورم. انقدر از خودم متنفر شدم که میخواستم خودمو بکشم، ولی حتی از پس اونم بر نیومدم. چی داری میگی ادا؟ یعنی چی که بمیری؟ خدا نکنه این چیزا رو از ذهنت بنداز بیرون. شایدن این بچه باید به دنیا بیاد، برای همینم هست که هنوز زنده‌ام. ادا هیچ وقت دیگه از مرگ برای من حرف نزن، هیچ وقت. من باید چی کار کنم؟ خدای منو ببخش، یه راهی نشونم بده. اگه اون نامرد دستم بیفته میتونم چی کارش کنم. بفرمایید. متشکرم. این چه تقدیریه؟ تو استانبول به این بزرگی انگار هیچ دختر دیگه پیدا نمیشد. از این به بعد دیگه نمیخوام اشتباه کنم. هر اتفاقی که بیفته نباید در آینده پشیمون بشم. خب چطوری میخوای این کارو بکنی؟ با گوش دادن به وجدانم. با گوش دادن به وجدانت؟ عاشق نشده عارف شدی، این چه حرفیه پسر؟
اجازه نمیدم بچه رو سخت کنه. تو دیوونه شدی. به ملدا چی میخوای بگی؟ باید هرچی زودتر واقعیت رو بهش بگم. درستش هم همینه. یه دختر معصوم و بیگناه کم مونده بود به خاطر من بمیره. گناه ملدا چیه؟ هیچ فکر کردی اون اگه بشنوه چه حالی میشه؟ مگه آخرش نمیفهمه؟ تازه فکر نمی‌کنم من اندازه ادا عذاب بکشه. منو نگاه. تو دلت به حال این دختره میسوزه یا عاشقش شدی؟ بیا عزیزم یکم آب بخور. الان بهتری؟ من معذرت میخوام که تو رو ناراحت کردم. این چه حرفی آخه؟ من کنارتم، اینو فراموش نکن. ممنونم. میدونی خیلی خوششانسم که دوستی مثل تو دارم. مربی رو دیدین چطور شرط و باخت؟ شمام که اینجایی؟ ادا بهتره به خواهرت زنگ بزنی. امروز زنگ زد سراغتو گرفت، نگرانته. سولگا چه خبره؟ چرا ادا اینقدر ناراحته؟ چیزی نیست. از شدت گریه چشاش سرخ شده پسر. چطور چیزی نیست؟ با خواهرش دعوا شده. ادا کجایی تو؟ مردم از نگرانی. چرا تا الان گوشت خاموش بود؟ میشه بگی؟ ببخش آبجی، شارژ نداشت. تمام شب با کجا بودی؟ خونه یکی از بچهای گروه. تو نمیشناسیش. ادا چطور میتونی اینقدر بی‌مسئولیت باشی؟ میدونی پیش مامان بابا چه حالی داشتم من؟ تو به جز خودت به کسی فکر نمی کنی. آبجی تو رو خدا بعداً حرف میزنیم. خیلی خستم. الان کجایی؟ تو آموزشگاهم. حساب دیشبو پس میدی ادا. شب باهات حرف میزنم. فکر کردم اتفاقی برات افتاده. چیا که به ذهنم نرسید. من خوبم، نگران نباش. باشه شب دیر نکنی ها. به چی فکر میکنی؟ به مامان و بابا. حس میکنم هر بار که به هم نگاه میکنن متوجه میشن باردارم. نگران نباش، همه چی درست میشه. مگه همیشه اینطور نبوده؟ به گذشته یه نگاهی بنداز. تو بدترین لحظات و بدترین روزا مگه خدا به دادت نرسیده؟ ولی ازت میخوام یه قولی بهم بدی. هیچ وقت دیوونگی نمی‌کنی، باشه؟ نگران نباش، الان بهترم. خیلی خوب. پس در این خصوص بهم قول بده. قول میدم. من همیشه کنارتم. میدونم. همیشه بودی. ادا میرسونمت خونه یکم استراحت کنی. باشه. مامان امروز از رخت خواب بیرون نیومدی. قرصاتم که نخوردی. حالم اصلا خوب نیست. اگه قرصاتو نخوری معلومه که حالت خوب نمیشه. بیا بخور. نمیخوام، همش خوابم میبره. مامان جون اگه بهتر نشی چطور میتونی مراسم نامزدی رو واسه هارون بگیریم؟ اون همه مهمون قراره بیاد. گرچه نمیدونم پدر عروس خانم چطوری میخواد هتل رزرو کنه و چطور میتونه مهمون دعوت کنه. هم فقیره هم لجباز. ایشیل راجع به زندادش تو خانواده محترمش داری صحبت میکنی ها؟ اگه به حرفات دقت کنی خیلی بهتره. چرا مگه دروغه؟ فقر چیزی نیست که عیب باشه عزیزم. نمیدونم چرا تو همش بی حرمتی میکنی. مسئله چیه؟ تو چه بدی از این ملدا دیدی؟
اون زن توی اون شرکت چشمه همه رو رنگ کرده. کسی متوجه نیست که چقدر دختر حریصیه. نه بابام نه هارون. تو از کجا میدونی تو شرکت چی میگذره؟ براک اینا رو بهت میگه؟ آره مگه چیه؟ شوهرمه، باید بگه. آی دختر ساده من، براک برای اینکه تو شرکت یه رقیب قوی برای خودش نمیخواد تو رو پر میکنه. تا وقتی پدرت و برادرت هستن به شوهرت اطمینان نکن. من همه چی رو میدونم. خدا رو شکر هنوز دیوونه نشدم. انگشترم نیست. چطور ممکنه آخه؟ ایشیل انگشترم رو پیدا نمی کنم. اما نمیدونم. سب کن مامان، قول نکن پیداش میکنیم. دنبال چی میگردی؟ همون انگشتری که یادگار مامان بزرگت بود. آخرین بار تو دستم بود. صبح انداخته بودمش. هارون جانم، گفتن اومدی شرکت. رفتم معتقد نبودی. خواستم یکم هوای تازه بگیرم. ادا بالاخره زنگ زد. کجا بوده؟ خونه یکی از دوستای گروه رقصش بود. معذرت میخوام، شب تو رو معذب کردم. نه عزیزم، مهم نیست. خب حالا چی میگفت؟ گفت خستم، ولی اون بیشرفم پیدا نکردیم که بهش بگیم. شایدم اگه میفهمید که ادا حامله است همه چی تغییر میکرد. چیزه، من یه ملاقاتی دارم الان یادم افتاد. بهتره برم. باشه مزاحمت نمیشم. میبینمت. یعنی کجا میتونه باشه؟ مامان جان لطفاً آروم باش. اگه اون انگشتر پیدا نشه همتون رو اخراج میکنم، فهمیدین؟ آخه اون یادگاری مامانمه. اشیر خانم نکنه جای دیگه گذاشتن؟ مطمئنین که ندیدین؟ واقعا نمیدونم. باشه مامان جان ولش کن، پیدا میشه دیگه. ولی بیا. تا همینجا بسه. ما رو با هم نبینن بهتره. اصلا نفهمیدم که رسیدی. تو انقدر خوبی که... نه عزیزم، چه ربطی داره؟ ولی اگه اینطوری ناامید باشی فکرم پیشت میمونه. بعدشم میام دم خونتونو. حالا بخند. این کافی نیست، لبخند بزن. بخند دیگه عزیزم، بخند. بی خود زحمت نکش، تو حالی نیستم که بتونم بخندم. خیلی خوب باشه، ولی هرچی که بشه ناامید نمیشی، قبوله؟ باور کن هیچ چیز تو زندگی ارزش ناراحتی تو نداره. همه چی درست میشه. هر وقتم دیدی ناراحتی به من زنگ بزن، هر ساعتی که باشه. اگه تو نبودی نمیدونستم چی کار کنم. تنها کسی هستی که بدون ترس تونستم حرفمو... فراموشش کن، یکم راحت شو. بعدن با هم یه فکر میکنیم، باشه؟ باشه، همینطوره. میبینمت. مگه بهت نگفتم بهم زنگ نزن؟ چرا مدام زنگ میزنی؟ فردا عصبانیم نکن. اگه عصبانی بشم خوب میدونی که چی میشه. بهت گفتم بچه ها رو بردار و بیا. همین، وگرنه چی؟ وگرنه تو مسئول اتفاقیاتی که خدا لعنتت کنه. امتحان کن تا ببین چی میشه.
تو یه دا ها آفرین مامان خانوم، منو کشوندی دنبال سر خودت، هی این ور هی اون ور. بابا خسته شدم. دوستای باشگاه و استخ هم میرن میگردن عشق میکنن، داری من بدبخت باید دنبال مامان خانوم را بیفتم. وقتی بچه بودی با خودم نمی بردمت بازار، چون همش دعوا را مینداختی. حالا الان آوردمت. الو سلمان. چنده؟ سلام، چه خبر؟ کجا موندم مگه ساعت چنده؟ آخ چی کار کردی بچه؟ مامان جون اورژانسیه، میفهمی؟ اورژانسیه. من برم باشه؟ خب تو اون چیز فاکتورا رو برام بفرست باشه؟ الو اومدم. بگیر، اینم از بچه هات. فقط حد اکثر نیم ساعت تا مادرم برنگشته باید خونه باشن. یالا بچه ها بریم یکم تا بازی کنیم. فردا کی برمیگردیم؟ کی بیام دنبالتون فردا؟ هیچ وقت بلال. من تصمیممو گرفتم، دیگه بر نمیگردم. فقط اومدم که بچه ها رو ببینی. بر نمیگردم یعنی چی ها؟ من امیدم و ازت بریدم بلال. تو نمیتونی درست شی. حالا که بابام منو بخشیده و تو خونش را داده، دوباره خطا نمی کنم بلال. طلاق بگیریم تموم شه. چی داری میگی؟ مگه دست خودته؟ تیکه کار داری میکنی بلال؟ بچه ها میبینن. دوباره شروع نکن. میخوای طلاق بگیری آره؟ مگه الان با من نیای؟ امشب میرم و مغازه بابا تو آتیش میزنم. سلمان جون ببخشین دیر کردم. چطور ببخشم؟ من تا همینجاشم بودم. جریان تحریک حسادت برج دیگه خیلی لوس شده. بس دیگه. ولی هنوز قرارمون سر جاشه. لطفاً سر قرارمون باشه و منو تنها نذار. دیگه کافیه. این بازی دیگه حساب خورد کن شده. من میرم. بچه چه خبر؟ چی کار میکنی؟ چی کار داری میکنی احمق؟ برج اومد هیچی نگو. یه بار دیگه خودتو به من بچسبونی میزنم جایی که نباید بزنم ها. باشه عشقم میبینمت. رسیدی خونه بهم زنگ بزن باشه؟ بیا ببوسمت. این کارا رو یاد بگیر که بعدش نوبت خودته. ادا عزیزم این تلفن از تو جیبم در بیار. دستم خیلی کثیفه. آبجی فردا تماس گرفت. جوابشو بده. آبجی ادا به مامانینا بگو ما با بلال آشتی کردیم. چی؟ چرا نگو آبجی؟ جدی میگی؟ آره ادا به خاطر بچه های کاری کردی. خوبه ولی بابا چی؟ کاش که اول با اون حرف میزدی. بابا هم راضی بشه دیگه. چی کار کنیم؟ من باید قطع کنم. مواظب خودتون باشید. بده من اینو بده من. آشتی کردن. گناه ملدا چیه؟ هیچ فکر کردی اون اگه بشنوه چه حالی میشه؟ مگه آخرش نمیفهمه؟ تازم فکر نمی کنم به اندازه یه عذاب بکشه. منو نگاه. تو دلت به حال این دختره میسوزه یا عاشقش شدی؟
متشکرم. نوش جان. هارون تو هنوز اینجایی؟ فکر کردم رفتی. اینجا هنوز نرفتم. مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست. ندیده بودم تو محل کارت بخوری. امروز کمی ناراحت بودم، خواستم یه خورده آروم بشم. اگه چیزی بود حتما به هم میگفتی؟ چرا که نه، مطمئن باش 100% بهت میگفتم. باشه عزیزم، فقط پرسیدم. بابام هتل رو رزرو کرده، میتونیم بریم ببینیم؟ الان که کار دارم، بعداً یه سر میریم ببینیم. باشه، زیادم مهم نیست. بگذاریم، من دیگه برم، تو هم به کارات برس. خسته نباشی. ملدا جانم. صبر کن بریم ببینیم. الان اگر بابات برسه چی بهش بگیم؟ والا به خدا هممونو میکشه. بیچاره شدی بیچاره. خدا اون بی سر و پا معلوم نیست چی گفته. دخترم دوباره راضی شده. هرچی که گفته بالاخره فردا که بچه نیست، شوهرشو دوست داره، چی کار کنه؟ خب دوست نداره، گفت که دوست نداره. خب رفته دیگه. همین دیروز میگفت که طلاق میگیره. خدا رحم کنه بابات اومد، چی بهش بگیم؟ نمیدونم. خوش اومدی جمیل. خوش باشین. خوش اومدی بابا. خوش باشی دخترم. چیه امروز خونه ساکته؟ بچه ها شکلات ها رسید. بچه ها اینا کجا؟ چیزه کجا؟ جمیل گوش کن. چی شده ترکان؟ فردا با شوهرش آشتی کرده. چی؟ تو چی گفتی؟ جمیل بالاخره اون دوتا بچه داره، چی کار میخواد بکنه؟ خدا لعنتش کنه. این دختره میخواد آبروی منو ببره. چه دختر بیشرمیه، متاسفم. خدا لعنتش کنه. بابا عصبانی نشو، بالاخره این زندگی خودشه. هیچ حرفیه. این حرفای مسخره رو جمع کنی. یعنی چی زندگی خودش؟ منظوری نداشت که. ببین یعنی دختره چیزی نگفت. وقتی خونه بابات پناه میاری زندگی شخصی نداری. شما میخواید من قاتل کنی؟ مگه بچه بازیه؟ هر کی خوشش نیاد بره گم شه. تو دیگه بدون اجازه من پاتو از خونه بیرون نمیذاری. اینطور خونه دوست موندن و اینجور چیزا رو نداری. تموم شد. فهمیدی؟ فهمیدم بابا. خیلی خوب بگیر اینا رو ببر تو. میخواید منو بکشید؟ نه جمیل جان نه. بیا بشین. بیا جمیل. بیا بشین اینجا. بیا بشین همینجا. بشین. تو هم از سالن خوشت نیومد مگه نه؟ چیو؟ سالنو میگم. اگه خوشت نیومد به هم بگو، ناراحت نمیشم. میدونی که برای من اصلا فرقی نمیکنه ملدا. ولی اصلا خوب نبود. الان به بابام چی باید بگیم؟ حتما ناراحت میشه. اگرم بگیم پسندیدیم خانواده ای تو نمیپسندن. هارون تو نظری نداری بگی؟ راستشو بخوای من فکر میکنم کمی داریم عجله میکنیم. بهتره این مراسم نامزدی رو خود عقب بندازیم. نظری چیه؟ اینطوری خیلی بهتره. یکم هم عقب بیفته بهتره. اینطوری خیلی عجولانه است. مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ دخترم کی تا حالا من تونستم بخندم. با پدر حرفت شده؟ ادا چی شده بگو دیگه. آبجو فردا رفته با شوهرش آشتی کرده. بابام دیوونه شده. نوش جونتون. ممنون. ایشی بوراک کجاست؟
نمیدونم بابا، کی میدونه کجاست؟ پسرم تو چرا قیافت پکره؟ نکنه از چیزی ناراحتی؟ نه چیزی نیست مادر جون، ولی با ملدا تصمیم گرفتیم که نامزدی رو یه مدت عقب بندازیم. گفتم که شما هم بدونید. بالاخره متوجه شدن که زیر چه بار سنگینی رفتن. آخرش هم میان و پول مراسم از ما میخوان. وقتی از چیزی خبر نداری تئوریای چرند نده آبجی. چرا؟ چون فقط منم که واقعیت ها رو میگم؟ همه چی معلومه. خب تو مشکل چی آبجی؟ میشه رو حرف بزنی؟ چرا همش دیگران رو تحقیر میکنی؟ من با اونو چه کاری میتونم داشته باشم؟ اگه ملدا توی شرکت شروع به کار نمیکرد من اونو 100 سالم تحملش نمیکردم. بس کن دیگه، ساکت باش. با گفتن این حرفات میخوای دعوا رو بندازی؟ این چه غروریه تو داری؟ آی بچه ها بس کنین، سردرد گرفتم. اوف. دیگه بسه. از کی تا سر این میز صدا بلند میشه؟ ایشیل دیگه هیچ وقت تو این مسئله دخالت نمی کنی. مادر جون واقعا معذرت میخوام. هارون این مراسم به تعویق نمیفته. این مسئله خیلی طول کشید دیگه، داره اذیت میکنه. فردا ملدا رو بیار با هم صحبت کنیم. پدر جان شما لطفا دخالت نکنید. این مشکل فقط بین من و ملدا است. ببین این دیگه تماما یک مسئله خانوادگیه. تو لطفاً به حرف من گوش کن. باشه پدر. این شد. ای بابا همینو کم داشتیم. یه چیزی که بد بیاد پشت سرشم بد میاریم. چی شده آبجی؟ بگو ببینم. هارون خواست نامزدی رو به تعویق بندازیم. چرا نباید باشه؟ به خاطر لجبازی باباست دیگه. امروز رفتیم سالن ببینیم. جایی که پسندیده بود خیلی بد بود. هارونم معلومه نمیخواد بین خانواده خودش و ما بمونه. ناراحت نشو آبجی، این ماه نشد ماه بعدی میشه. بازم بالاخره با همین. اوف نمیدونم ادا، شایدم به خاطر سالن نیست. هارون این اواخر خیلی عجیب شده. یعنی چی؟ منظور چی عجیب شده؟ نمیدونم ادا، انگار تو مغزش یه چیزایی میگذره. همش تو فکره. شایدم به یکی دیگه فکر میکنه. ای بابا این چه حرفیه؟ اوف. توی همچین موقعیتی مشکلات فردام از یه طرف، انگار هیچ مشکلی نداری. من فکر میکنم باید به تصمیم آبجی احترام بذاریم. خیره؟ چی شد یه دفعه؟ تا چند وقت پیش که میخواستی شوهرشو بکشی، چی شد حالا یهو فکرت عوض شد؟ هر کسی زندگی شخصی خودشو داره، ما تا چقدر میتونیم دخالت کنیم؟ معلومه تو داری چطوری زندگی میکنی؟ الان این به نفعته مگه نه؟ در واقع اگه بابا بدونه که تو چی کارا کردی به چه حالی میفته؟ فکر اینو کردی؟ کسی چیزی نمیفهمه آبجی، نگران نباش. چطور میخوای مخفی کنی؟ چقدر دیگه میخوای دروغ بگی؟ حتی نگفتی دیشب کجا بودی؟ لااقل راستشو به من بگو. ادا بابا تو دیشب خونه سوال نبودی؟ بابا بعد متوجه شدی خونه سوال بوده. دروغ گو. من خوب میدونم چی شنیدم. به من جواب بده. خونه سوال بودم بابا، گوشیم خاموش بود آبجی میدونی. به من دروغ نگو. جواب بده کجا؟ جمیل چی کار داری میکنی؟ این دخترها رو تو تربیت کردی ترکو. تو آبجی حالت خوبه؟ آبجی معذرت میخوام، به خاطر من این اتفاق افتاد. ادا نمیخوام حرف بزنم، تنها بذار. منو ببخش آبجی. چی
میشه منو ببخشی؟ نمیخواستم اینطوری بشه. باشه دیگه گریه نکن. فردا میریم دکتر. هر چه زودتر از این مشکل خلاص میشه. باشه آبجی. خیلی دردت اومد. نمیخواستم اینطوری بشه، ببخشید. olga بیا پایین، الان میافتی به خدا، حوصله نداری. بیا پایین دیگه. متین، این زندگی دیگه مثل اینه که روی لبه یه تیغ رو میری، مثل اینه دیگه. بیا پایین بابا، سر من گیج رفت. بیا پایین دیگه. هر لحظه باید به هر قدمی که برمیداری دقت کنی، وگرنه هر چی خورده بودیم پری، وگرنه زندگی تو میبازی. بیا بابا، بیا بیرون، بیا بیرون. این وقت شبی میفتی، حوصله نداریم. بیا بابا، یواش، مواظب باش. بده من دست تو. بده. چی کار میکنی تو آخه؟ بده من دست تو. بیا بالا. olga بیا بالا دیگه. چی کار داری میکنی آخه؟ دارم بهت اعتماد میکنم، مگه دوستم نیستی؟ شک داری مگه؟ بیا ببینم. تو داری گریه میکنی؟ با یه زمین خوردن که گریه نمیکنن پسر. دلم داره میسوزه متین، جیگرم داره کباب میشه، دلم داره میسوزه. پاشو بابا، پاشو بریم بابا. بلند شو، بلند شو. دست بده من. یه نفر تو زندگیته و هر باری که میبینیش هیجان زده میشی، همش میخوای کنارش باشی و باهاش حرف بزنی، حتی وقتی ازش دوری باز به فکرشی و این احساسو برای اولین بار تجربه میکنی. خب به نظرت این چیه؟ عشقه؟ فکر کردم مال منی، باورت کردم، عاشقت شدم. چرا اجازه دادی؟ چرا؟ دلت برای من نسوخت؟ این غمی که داره وجودمو میخوره کی تو وجود من رختی. درست زمانی که فکر میکردم به آرامش رسیدم، غم بزرگی رو برام گذاشتی. وقتی چشمات با چشم یکی شد، گرمایی وجودمو گرفت که اون لحظه از خواب پریدم. اگه قلبت تا این حد پاک نبود، چنین غمی نمیتونست توی چشات جا خوش کنه. فریب خوردم چون تو اولی بودی، ولی بعضی از چهرها دروغی هست. من از کجا میدونستم؟ وقتی آدم کسی رو دوست داشته باشه، مگه میتونه به یه نگاه دیگه وابسته باشه؟ گناه فریب خوردن و باور کردن، خودتو به دست رویا سپردن. نه، من تقصیری ندارم. اگه میدونستم مال من نیست، حتی اگه وجودمو میگرفتم، اجازه نمیدادم دستمو بگیره. اگه رگمو ببرن، به جای خون ازم پشیمونی جاری میشه. کاش بتونم بهش زنگ بزنم، صداشو بشنوم، بهش بگم منو ببخش. ولی حق داری، چون عاشق شدی نمیتونم سرزنشت کنم. اگه کسی مقصر باشه، اون فقط منم.
چرا فقط من به خاطر این عشق زجر میکشم؟ چقدر دیگه میتونم طاقت بیارم؟ چطور میتونم فراموشت کنم در حالی که هر روز که میگذره تو وجودم بزرگتر میشی؟ حالا که قلبم توی وجودت شروع به تپش کرده، تو هم رفته رفته بزرگتر میشی. بچه‌ای که تو وجود توه و خودت رو کی میتونه از من بگیره؟ انسان میتونه یه گناهو با یه گناه دیگه پاک کنه. چطور اجازه بدم از لای دستام سر بخوری یا بری؟ یا چطور بگم که با من بمون؟ چطور توی چنین مخمسه ای افتادم؟ دیگه نه خانواده ای دارم نه خونه ای، همه چی مو ازم گرفتی. مجبورم که برم هر کجا که بشه. اگه نرم نمیتونم طاقت بیارم، ولی اول باید این گناه رو پاک کنم. البته اگه بتونم. اگه نمیشناختمت گرمای عشق و هرگز احساس نمی کردم. تو به هم دوست داشتن رو یاد ندی، ولی من این گرما رو ازت گرفتم. ازت متنفرم. از خودم متنفرم. ولی باور کن درست میشه. یه روزی فراموشش میکنی. حتی اگه تو نگی من درکم. نمیتونی درکم کنی تولگو. من بار دارم. انقدر از خودم متنفرم که خواستم خودمو بکشم. حتی از پس اونم بر نیومدم. شایدم قسمت اینه که این بچه به دنیا بیاد. برای همینم هنوز زندم. این روزا فکر ملدا خانوم خیلی پریشونه. گوشی دستت باشه. متوجهم. یه برگه مهم مربوط به بیمه اجناس جدید رو امضا نکرده. این یعنی چی؟ یعنی اگه کوچکترین آسیبی به این جنسا برسه مسئول ضرر میلیونی شرکت ملدا خانم خواهد بود. آفرین مل، داری خوب کار میکنی. میگم میشه دستیارمو بفرستمش و تو رو بیارم کنار خودم؟ ولی اون وقت خبرای ملدا خانومو کی میاره؟ راست میگی، بازم حق با توه. بدون اینکه اینا رو مطالعه کنین برای چی برام میارین؟ برو همه رو بخون و بعدم بیار. چشم آقا براک، معذرت میخوام. عزیزم خوش اومدی. چه عجب از این طرفا. خونه که دیگه شده دیوونه خونه. نمیتونم نفس بکشم. بریم نهار؟ باشه. به منشی گفتم یه ایمیل بزنه
بذار گزارش بده بعدش میریم. خب بشین. دیگه چی میل داری عزیزم؟ آب. 2 تا آب لطفاً. متشکرم. ببین سلماز، این برجو امروز عصر حتما میاد اون کافه ها. با دوستش حرف زدم، قراره که تولدش اونجا بگیرن. تو چرا منو درک نمی کنی آخه؟ بدون ماشین نمیتونم بیام. مامانم هم ماشینشو نمیده. سلماز ببین میگم خیلی مهمه. منم میگم نمیشه. یواش. ببخشید داداش، از دستم در رفت. این ماشین حاضره. خیلی خوب، به صاحبش زنگ بزن بیاد ببره. باشه چشم. ها نه صبر کن زنگ نزن. پس گفتی بدون ماشین نمیای ها؟ خب ماشینم که لازمه مگه نه؟ حل چشاته. شرف مدیا تقدیم میکند. کجا بودی ادا؟ تو میدونی من از که اینجا؟ اومدم دیگه آبجی. ممنونم که منو تنها نذاشتی. بیا اینجا. تو خواهر منی، مگه میشه نیام؟ این مشکل حلش میکنیم تا از این پریشونی خلاص بشیم. ادا خانوم؟ منم. از این طرف لطفا. اگه میخوای باهات بیام. نه آبجی، تو همینجا بمون. اینطوری بهتره. باشه جونم، هرچی تو بخوای. نترسی و باشه، همه چی درست میشه. هارون، داریم ورزش میکنیم، جنگ مگه؟ هارون تر، اگه میخوای سر من تلافی کنی بشینیم و حرف بزنیم. هر مشکلی داری حلش میکنیم. امروز باید با ملده حرف بزنیم. اگه دیر کنم ادا بچه رو سفت میکنه. اگه اینطوری بشه تا آخر عمرم عذاب وجدان میگیرم. دیگه نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. منو ببخش با تو. ادا خانم، پرستار گفت که میخوایم با من حرف بزنین. مسئله پیش اومده؟
ادا جون، میدونم چقدر برات سخت بوده، اما تنها راه همین بود. جمیل، بیا یه چیزی بخور. اشتها ندارم، ممنونم، ببرش. باشن، شاید بعدن خوردی. یالا بگو، اشتبام چیه؟ کجا خطا کردم؟ گفتم بچه ها درس بخونن، آدمای خوبی بشن، برای اینکه بهتر تربیتشون کنم هر کاری کردم، ولی معلومه که کافی نبوده. این حرفا رو نزن جمیل، با فداکاریای زیادی اونا رو بزرگ کردی. اگه ما خطا نکردیم پس کی کرده؟ چرا همشون خودسر شدن؟ هیچ کدومشون احترام برای ما قائل نمیشن. جمیل، اونا خیلی جوونن. هارون جان یادت نره شب که میای حتما ملدارم بیار با خودت. باید مسئله نامزدی رو به نتیجه برسونیم. باشه؟ باشه پدر، میرسونیم. هارون، یه لحظه. جانم ملدا. بابام شب خونه دعوتمون کرده. گفتم که تصمیم گرفتیم نامزدی رو عقب بندازیم، ولی گوش نمیده. اگه بشنوه که تو هم همینو میخوای متقاعد میشه. آره حق داری. باید اینو امضا کنی. موقع رفتنم بشینیم با هم کمی حرف بزنیم. یه چیزایی رو باید بهت بگم. باشه، صحبت میکنیم. تو چیزیت شده؟ چیزیم نیست، به خاطر ادا ناراحتم. مشکلی پیش اومده؟ آره، امروز رفته بودیم دکتر، بچه‌شو انداخت. برای همیشه رابطه‌شو با اون تموم کرد. امیدوارم هر چه زودتر فراموش کنه. لباس اون شبم خوب بود، همه داشتن نگاه میکردن. خوشتون اومد؟ کرم و نگاه، حسابی با سلما صمیمی شدن. حیف فهمیدم نقشمون داره عالی پیش میره. نگاه کن برج قفل کرده رو من برنگردیم. وای، نه که خیلی هم خوشم میاد. الان فقط دارم مجازات کارم رو پس میدم. خیلی خوب، آره جمع کن بشینیم سر میز. اینجا پاک کرده. انگار چرا قرمز رو دوست نداری؟ یعنی چی؟ از چرا قرمز رد شدی؟ من؟ قرمز بوده؟ به خدا نفهمیدم. مدارک ماشین تو بده. این گواهی نامه و مدارک. مونده خونه قربان. همیشه همینه. از واحد گشت مرکز. مرکز بپوشم.
دیگه فقط تو هستی و من. هرگز ولت نمی کنم. هر اتفاقی که بیفته تا انتهاش میریم. من تو رو بزرگ میکنم، تو هم منو. با هم بزرگ میشیم و خیلی قوی میمونیم. نه، گریه نمی کنم. تو باید اینجا بمونی. مواظب مامانم اینا باشه. خدا حافظ کودکی من. سلام تولگا، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ همه چی مرتبه؟ من فقط خواستم به خاطر اینکه همیشه کنارم بودی تشکر کنم. دوستی تو از من دریغ نکردی. چه تشکری ادا؟ مگه زمانی که من مشکل داشتم تو کنارم نبودی؟ معلومه که بودم. فراموش نکن که تو بهترین دوستمی باشه. حالا کجایی؟ خونه ای؟ آره، ولی دارم میرم. کجا میری؟ نمیدونم، ولی با اولین اتوبوسی که ببینم میرم. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. چرند نگو ادا، اینطوری نمیتونی جایی بری. برای من رفتن سخت نیست، موندنه که سخته. نه ادا، لطفاً جایی نرو. هم دیگه رو میبینیم صحبت میکنیم، فوراً میام اونجا. نه یا اینجا. من باهات تماس میگیرم هر جا که باشم. خداحافظ ادا. سلام، وقت بخیر. وقتتون بخیر. خوش اومدی دخترم. ممنونم آقا فیاض. آها، ببین از این به بعد آقا فیاض نمیگی، بابا میگی. بابا باشه بابا، هر طور شما بخواین. اینطوریه. خوش اومدی دخترم. ممنونم، شما خوبین؟ خوبم عزیزم، متشکرم. ملدا، هارون یه چیزایی گفت. انگار میخواین نامزدی رو به تعویق بندازین. ببین اینو از فکرتون بیرون کنین. دوست، پس تو بودی که انگشترم رو دزدیدی؟ بله. اون انگشتر الماسی که تو انگشتت مال منه. ولی چیزه، انگشتر هارون بهم داده. شما گفتین به عروسم بده. یه چیزی بگو هارون. مادر جون یادت بیار، خودت دادیش بهم، حتی اصرارم کردی. ساکت، تو اینو دزدیدی. تو دزدی، اونو به من بده. بده ببینم. مادر جون آروم باش. خب اگه میخوای پسش میدیم. البته اصلا مهم نیست، بگیر هارون. بیا مادر جون. خب اگه نمیخوای بدی بذار پیش خودت. شما دزدکی تو اتاقم رفتین ها؟ فیاض، نگهبانو خبر کن. زود باش، عجله کن.
تولگا چطوری پیدام کردی؟ نکنه تعقیبم میکردی؟ ادا تو رو خدا نرو، ازت خواهش میکنم. تولگا مجبورم برم، اینو بفهم. نه نیستی. نمیتونم بمونم. به آبجی میگفتم بچه رو سخت کردم ولی نتونستم. تولگا دلم نیومد. به زودی شکمم بزرگتر میشه. هرچه زودتر یه جای دیگه باید یه زندگی جدید رو شروع کنم. خب میخوای چیکار کنی؟ تنهایی کجا میخوای بری؟ تو آنتالیا یه دوست دارم که انیماتوره، میتونم با اون کار کنم. یه مدت با اون میمونم، بعدشم نمیدونم. یه کاریش میکنم دیگه. یعنی میخوای همه چی رو ول کنی و فرار کنی؟ فرار؟ من فقط تقدیر خودم رو تو دستای خودم میگیرم. این اسمش فرار نیست، به نظرم جسارته. نرو واتسا، منظورم این نبود. تو جسورترین دختری هستی که میشناسم. فقط نمیخوام بری، میفهمی؟ اینطوری نکن دیگه، نمیخوام تنها باشی. یکم دیگه هم فکر کن لطفا. مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ همه چی به خودی خود تغییر میکنه. صبور باش، امیدتو از دست نده، همه چی درست میشه. ولی تو زندگی واقعی اینطوری نمیشه. باید یه کاری بکنم. من دیگه بزرگ شدم، میفهمی؟ قرار مادر بشم. نمیتونم یه کناری وایستم و صبر کنم. ملدا نمیدونم چطوری باید ازت عذرخواهی کنم. خجالت کشیدم. منم همینطور، از خجالت آب شدم. دیگه نمیتونیم مادر رو بشناسیم. هر لحظهش با لحظه دیگهش فرق میکنه. وقتی گفت انگشتر رو به عروسم بده انقدر حالش خوب بود که مشکلی نیست هارون، جدی میگم. شاید این یه علامتی بود که نامزدی رو به تعویق بندازیم. نهایتا قراره با هم عروسی کنیم. مگه یکی دو ماه چیه تغییر میده؟ بابات هم که قانع شد. چرا وایسادی هارون؟ حرفای مهمتری داریم که باید با هم حرف بزنیم. صبرم تموم شد، دیگه طاقت نمیارم. زود به زود با هم حرف میزنیم، باشه؟ نگرانم نباش. خداحافظ. Ben derdimi hangi dağ yüreğimi hangi suya نه ikimizi تولگا چی کار میکنی؟ با من ازدواج میکنی؟ چی؟ با من ازدواج میکنی؟ تولگا چرند نگو. چرند نمیگم ادا، با من ازدواج کن. لطفاً با من ازدواج کن. از روزی که تو رو توی شرکت دیدم ازت خوشم اومد ملدا. تو تمیزترین، مغرورترین و درستترین شخصیتی هستی که تو طول زندگیم شناختم. قلبت به پاکی فرشته هاست. از این میترسم که یه روز برنجونمت یا ناراحتت کنم. چرا باید ناراحتم کنی؟ قبل از اینکه تو رو بشناسم
فکر میکردم اولین شرط یه رابطه عشقه، ولی تو به من ارزش و احترام یاد دادی. تو به من گفتی ارزش آدم‌ها تو زندگی مهمتر از هر چیزیه. هارون نمیفهمم چرا اینا رو میگی؟ اگه من یه بی‌حیثیت، یه دروغگو، یه پس فطرت بودم، بازم منو دوست داشتی؟ تو که همچین آدمی نیستی. خودم هم نمیدونم چجور آدمی هستم. هارون منو داری میترسونی. ملدا، من با تو معذرت میخوام، صداشو قطع کنم. ادا زنگ میزنه. اگه میخوای جواب بده. نه بعداً جواب میدم. الان فکرت میمونه اونجا، لطفاً جواب بده. الو ادا جون، اصلا تو موقعیت مناسبی نیستم، بعداً حرف میزنیم باشه؟ الان هارون کنارمه. نه آبجی، خیلی مهمه. خیلی خوب باشه، بگو زودتر این موضوع مهم چیه؟ من میخوام ازدواج کنم. چی؟ ازدواج میکنی؟ با کی؟ شرف مدیا تقدیم میکند.